وفات نغمه، هنرمند مشهور، ستاره ماندگار در هنر موسیقی افغانستان. آیا به واقعیت نغمه هنرمند افغان وفات کرده است؟ گفتنی‌های تازه درباره زندگی بانو نغمه که هرگز باور نخواهید کرد. این هنرمند در کجا زندگی می کند؟ مصروف چی کارباری است؟ و آیا به واقعیت خانه بزرگ نغمه در کشور امریکا آتش گرفته است؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک از شما دوزاران نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. برای حمایت هرچی بیشتر از کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. نغمه، هنرمند مشهور، چهره ماندگار و شناخته شده در هنر موسیقی افغانستان، یکی از اسطوره‌های که تاکنون صدایش جاودان در میان مردم افغانستان است. نغمه عاشقانه هنر موسیقیش را از سن نوجوانی و پیش برد. آهنگهایش مورد حمایت گسترده افغانها قرار می گیرد. این هنرمند در سن نوجوانی با منگل ازدواج کرد و اصالتا پشتون است، ولی بزرگ شده ولایت زیبای کابل است. در منطقه مکرویان کابل بزرگ شده است. نغمه هنر موسیقیش موج حمایت‌ها و گاهی موج انتقادات را به همراه داشته است. نغمه به خاطر تعصب با مردم تاجیک بارها مورد نقد شدید دوزاران و طرفدارانش قرار گرفته است. این هنرمند اکنون در کشور امریکا است و بار دیگر ازدواج کرده است. از همسر دومش فرزندی نداشته است. تازه تصاویر نغمه در صفحات مجازی دست به دست می شود که خانه بزرگ نغمه در کشور امریکا آتش گرفته است و این هنرمند اکنون در حالت بدسی در شفاخانه بستری است. تا کنون جزئیات بیشتر این ماجرا در دست نیست، اما من آرزوی شفایاب شدن هرچی عاجل برای بانو نغمه با جمعی از هنرمندان افغان از بارگاه ذات العزال تمنا دارم. دوزاران و همراهان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان بانو نغمه به اشتراک بگذارید. اگر دوست دارید عضو کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت هرچی بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. تا درودی دیگر، شما نازنینان را به الله منان امانت گذاشته موفق و کامیاب باشید.